اسمتون میتونم بدونم؟ علی. علی آقا، مدرک تحصیلتون چیه؟ لیسانس ادبیات دارم. لیسانس ادبیات. از کدوم دانشگاه؟ از دانشگاه امیرکبیر. ماشاءالله. علی آقا، به هوشت از 1 تا 10 چند میدی؟ 10. ماشاءالله ماشاءالله. خب پس یه چالش با هم بریم. بله بفرمایید. چشاتو ببند. خب فرض کن که کوری. خب فرض کن کوری و به ما میخوای بفهمونی که گشنته. چیکار میکنی؟ خب برم. برو دیگه. سوالمو بازم بگم. بله. فرض کن که کوری. خب میخوای به ما بفهمونی که گشنته. بله. چه شکلی میخوای بفهمونی به ما؟ خب خب عزیزم، کوری لال که نیستی، میتونی بگی.